السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران موحدم، بدانید که همه حمد و شکر و ثنا و ستایش بر الله سبحانه و تعالی هست. حمدش میگوییم و تنها از او طلب کمک می نماییم و تنها از او الله رب العزت و الجلال طلب مغفرت گناهانمان را میکنیم و پناه میبریم به الله از بدی نفسمون و از بدیهای عملهایمون. هر کسی را که الله هدایت کند گمراه کننده نیست و هر کسی را که الله گمراه کند هدایت کننده نیست. و شهادت میدهم که نیست معبودی بر حق بجز الله، یکتا از شریکی ندارد، یگانه است. و شهادت میدهم که همانا محمد بنده و رسول الله هستند صلی الله علیه و سلم. ای آنهایی که ایمان آورده اید، از الله بترسید، حق ترسش را بجا آورید و وفات نکنید مگرم اینکه در حالت مسلمانی. ای انسان ها، از الله، از ربتان بترسید. ربتان که شما را خلق کرد از یک نفس و از همین نفس زوجش را و از هر دوی اینها آدم و حوا همه انسان ها را، مردهای زیاد و زنها را خلق کرد. از الله بترسید و بدانید که الله رقیب است بر شما، همیشه شما را میبیند. ای آنهایی که ایمان آوردید، از الله بترسید و همیشه سخن حق را بگویید و نترسیده بلند حق را بگویید و حق را آشکار کنید و باطل را باطل بگویید. اگر این عمل را کردید، الله شما را، عملهایتان را صالح میکند، گناههای شما را میبخشد و هر کسی که اطاعت از الله و رسولش بکند به تحقیق برد کرده است، برد کردنی بزرگی. بله، البته راستترین سخن این کلام الله است. بهترین راه و روش و هدی و منهج این هدی و راه و روش محمد صلی الله علیه وسلم است. و بهترین کارها نو پیدا شده چیزها در دین است، بدعت. و همه نو پیدا شده در دین بدعت است و همه بدعت زلالت است و همه زلالت عاقبتش نار جهنم است. شیخ الاسلام محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله کی است؟ در بیان تاریخ و سیره و حیات شیخ الاسلام مجدد الدین محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله کتاب ها نوشته شده است، لیکن ما در یک چند دقیقه خلاصه حیات ایشان را میگویم. محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله 1115 هجری در عیینه گفتنی منطقه در نجد در امروزه سعودی یا که جزیره که هست، نیم جزیره عرب، امروزه که مملکت عربستان سعودی گفته میشد و این عیینه در شهر امروزه پایتخت است، ریاض گفتنی جا. ریاض وسیع شد و این منطقه همه داخل این است، تولد شدند. و شیخ الاسلام از پدر و مادر تولد شدند که اهل دیندار بودند و فقیه بودند و از علم دینی که برخوردار بودند. در نزد اونها از خردسالی تعلیم را آغاز کرد. حتی پدری محمد ابن عبدالوهاب میگوید که من تعجب میکنم از همین فرزندم محمد، اگرچه خردسال است لیکن در سنی جوانیش پیش از 10 سالگیش تمام قرآن را حفظ کرد و بسیار حدیث ها را حفظ کرد. حالا 10 ساله نشده بود و در مسائل فقهی هم حتی پدرش را در حیرت می آورد. پدرش یکی از علمای فقهای حنبلی بود، در حیرت در مسائل، بعضی از مسائل فقهی می کرد. و البته که این علامت یکی از بنده های خاص الله هست که من یرید الله به خیرا یفقهه فی الدین. الله کسی را که دوست دارد اون را فقیه در دین میکند، یعنی فهم دین را برایش آسان میکند. در جوانی انسانی که شدنی است معلوم میشود. یک جوان حالا در سن تمیز است، از کودکی برآمده به بلاغت نرسیده، در سن تمیز است، 7 8 9 10 11 ساله. در همین سالها معلوم می شود که این انسان چگونه انشاءالله می شود.
زیرا که همه علمای اهل سنت رو نظر بکید در این سالها قرآن را حفظ کردند، سنت را حفظ کردند، شجاعت داشتند، حرکت داشتند، فکرشون، اندیشهشون، تأملشون و تفکرشون در بالای قرآن و سنت مثل یک علما بود، حرکت کننده و مجتهد بودند. عیناً محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله یکی از اونها بود. قرآن را حفظ کرد، فقه حنبلی و این چنین در مذهب حنبلی، فقه کتاب‌های حنبلی و این چنین حدیث و غیره، و بالاخره رحلت برای طلب علم که این سنتی همه علما هست که همه علمای اهل سنت و الجماعت برای آموختن علم رحلت کرده اند، سفر کرده اند برای آموختن قرآن و سنت و اثر اقوال صحابه، یعنی بالکل دین، زیرا که علم دین است. وقتی که علم می‌آموزی دین می‌آموزی. من مشهور میشوم، من به خاطر دنیا میخونم، نه، به خاطر این که دیندار میشوم، دینم رو صحیح میکنم و به الله نزدیک میشوم، جهل رو از خودم میبردارم و بعد از این که خودم حقیقت رو فهمیدم، وظیفه‌ای که الله برایم فرض کرده است که دعوت است و نصرت است انجام میدیم. نظر بکنید به علمای امت. از بخارا امام البخاری محمد ابن اسماعیل بخاری رحمه الله بلند شدند، رفتند مدینه، مکه، 16 سال در مکه و مدینه و بعد از این بالاخره به مصر، به شام، به عراق، به ری، به خراسان از همه علما استفاده کردند و علمای سلف همه همچنین بودند. برای همین طالب علم باید یک کمی حرکت به نزد دیگر علما بکند و این دلالت میکند که علم را در نزد علما میگیری، علم را به رحلت میگیری، علم را به آموزش میگیری. و این چنین محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله از همین منهج خستند، به مدینه رفتند، در مدینه از علمای اهل مدینه گرفتند و به مکه رفتند، از علمای اهل مکه آموختند و در این سن جوانی محمد ابن عبدالوهاب این منطقه در زیر حکومت یا دولت عثمانی بود و به عراق رفتند و بعض از علما به شام هم میگن و قسمی از علما میگن که ثابت نیست به شام رفتنشون و بالاخره گشتند، آمدند و مردم را به توحید دعوت کردند که بسیاری مردم از قبیله خودشون مخالفشون بر آمدند. بالاخره از اینجا فرار کردند و یکی از قبیله های دیگری که امامش دعوتی، رئیسش، پیشوایش دعوتی شیخ الاسلام محمد ابن عبدالوهاب را قبول کرد، محمد ابن سعود، این دو نفر یک جایه با قرآن و با سنت و با لشکر و با قوت انا همین عقیده صحیح و ناب را نصرت دادند و در طول عمرشون که خیلی عمر طولانی هست که تقریبا 90 سال است، 91 و غیره، خیلی خدمت بزرگی را انجام دادند، توحید را ظاهر کردند، کتاب‌های خیلی زیادی نوشتند، کتاب‌های علما را، بسیاری از کتاب‌ها را مختصر کردند و حالت امت را فهمیدند که امت در یک حالت ضعف اعتقادی قرار دارد، از عقیده صحیح دور شده، به دیگر چیزها مشغول است. برای این کتاب‌ها و رساله‌هاشون را مختصر، ساده فهم، عادی فهم نوشتند، کوتاه همه میتواند فهمد و کتابشون را، تمام کتاب‌های عقیده را به منهج سلف صالح نوشتند و خالی از کلام نوشتند. علم کلام یعنی علم مرگ، علم فساد، علمی که تبر بریشه اسلام زد. انا من علم کلام است، فلسفه، منطق، کلام، که سردار بزرگان علم کلام، علمای از همه بزرگ علم کلام به کجا میگردد؟ به یونان میگردد، ارسطو، افلاطون. تا زمان محمد ابن عبدالوهاب که تقریبا 300 سال پیش وفات کردند، علمای اشعری، ماتریدی و دیگر فرقه ها، معتزله و کلابی، چقدر این دینی ناب را، قیم را، اسلام را، توحیدش را که اساس ریشه این دین است، اصل این دین است، سبحان الله، به نابودی کشیدند. توحید را کلام گفتند. کتابهایشان را میبینی پر از گپ‌های خرافات است، پر از سخن پوچ است. آیتی از قرآن دیده نمیشود، حدیث دیده نمیشود، حجت نیست.
فقط فکر این فکر آن، بالاخره آهسته آهسته این کلامی ها رفته رفته دین اسلام را فقط به سخنهای افلاطون و به سخن ارسطو و به سخن ابن سینا و اینا دارند شرح میدهند. اعوذ بالله. لیکن محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله یک چشمه دیگری که از چشمه سلف است، یک نعمت الله در این روی زمین بود که الله او را به این سرزمین فرستاد که تا روز قیامت شاگردانش این کتابهایش را میبینند، میخونند، شرح میدهند. آمد و باز یک بار دیگر امت را به منهج سلف کشید. فراموش کرده بودند امت قرآن و سنت به فهم سلف این امت را، به علم کلام داده شده بودند. فرقه ها گوناگون و شرک و کفر همه جا منتشر و علی الخصوص در منطقه خود سرزمین محمد ابن عبدالوهاب که نجد است. محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله آمدند، سختترین مبارزه شان را به شرک و کفر کردند. به شرک در زمان محمد ابن عبدالوهاب زنها وقتی که میخواستند که فرزنددار شوند یا میخواستند که شوهر بکنند و شوهر کردن تأخیر کرده باشند، به درخت خرما گیردش دار میزدند، میگفتند که ای خرما خرما یا نخل یا نخیل یا غیره، به من زن بده، به من شوهر بده. مردها زنها درخت پرست، قبر پرست، مزار پرست، اولیاء پرست الله فراموش کرده بودند. از جانب دیگر علمایشان باشد، علما این چیزها را فتوا میدادند. استغاثه طلب کمک کردن از غیر الله جایز است، میگفتند وسیله است، بکنه دارد. قبوری های امروزه صوفی های قبوری عیناً همین عقیده، فقها حنبلی، عقیدتا قبوری. سبب چی؟ سبب صوفی است. و بعد از این الله المستعان عقیده را از علم کلام میگرفتن، کلام، فلسفه، منطق، که بالاخره به همین سبب گمراه شدند. محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله همه این انکار کردند و رساله هایی که در باب عقیده نوشتن مختصر، مفید و مغزی سخنی لازمی گفته شده است که در اساس قرآن و سنت با فهم سلف این امت است. علم کلام وجود ندارد، سفسطه، منطق، فلسفه وجود ندارد. دین ما از کلام نیست. علم کلام علم حرام است. آموختن علم کلام را همه علما حرام کردند. به خصوص مذهب حنفی را نظر بکنید. ابو حنیفه شاگردشون ابو یوسف یعقوب، من میگم من طلب العلم بکلام فقط جهل. هر کسی که علم اسلام را به واسطه علم کلام میآموزد به تحقیق جاهل شده است. به تحقیق جاهل شده است میگن. پس محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله مجددین گفته میشد. مجددین شیخی که آمدند دین را از نو یک مراتبه دیگر زنده کردند. همون دین اسلامی که مردم فراموش کرده بودند، همون دین اسلامی که مردم فهمش رو خطا کرده بودند، توحید رو ترک کرده به علم کلام رفته بودند، یکتاپرستی رو ترک کرده به قبر پرستی رفته بودند، به شرک و کفر و خرافات و بدعت و ضلالت رفته بودند و همین رو با دین میگفتند، همین اسلام فکر میکردند. مثل امروز صوفی ها کفر شرک میکنند، همین دین است میگن. به خودشون دلیل دارند، دلیلشون قصه، افسانه بافی، قرآن و سنت بالکل فراموش کردند. شیخ الاسلام محمد ابن عبدالوهاب علامه رحمه الله تعالی آمدند قرآن فراموش شده را زنده کرده، بار دیگر به مردم فهمانیدند، هم علما، هم اعتقادا، هم عملا، هم سخنا، هم دعوتا، هم تطبیقا سنت را به فهم سلف صالح. زندگی شیخ الاسلام این خود زندگیشون یک خاک بروی قبوری ها است. از تمامی ببینید زندگیشون تطبیق حکم الله، یکتا پرستی، خار و ذلیل کردن شرک و نابود کردن طاغوت پرستی و طاغوت ها. الله اکبر. انا این است یک علما، یک جوانی که در سن جوانی با آموختن شروع کرد، قلبش پر از محبت الله و رسول، پر از حق، طلبیدن حق بود. الله سبحانه و تعالی این جوان تنها را چگونه نصرت داد، چگونه عزت داد. ولله العزه ولرسوله وللمؤمنین ولكن المنافقین لا يعلمون. عزت از آن الله است، از آن رسول الله است، از آن مؤمنین است، ولیکن منافقا نمیدانند، بیخبرند، عزت را از دیگر جو میطلبند. عمر بن الخطاب رضی الله عنه میگند
اعزنا الله بالاسلام فلما ابتغينا العزة لغير الله اضلنا الله. الله ما را به واسطه اسلام عزیز کرد. زمانی که ما عزت را در غیر اسلام خواستیم و طلب نمودیم، کافتیم، الله ما را خور کرد. یعنی خور میکند. عمر بن الخطاب خور نشدند. کسایی که عزت را در غیر اسلام میطلبند خور میشن. اگر چی تو تنها باشی، اگر چی تو یکتا باشی، بدان که سنت الله در بالای بندگانش همین است که هر کسی که حق را میخواهد، میکابد، میجوید، میگوید و مینویسد و حق را میخواد که تطبیق کند، الله حقیقتا به اون نصرت میدهد و نصرت الله را به چشمت میبینی. شیخ الاسلام ابن تیمیه اولا احمد ابن حنبل رحمه الله را 18 سال اذیت دادند، از ترمه کردن و به خانه محکم کردن و از درس دادن من کردن. امروز هیچ اهل سنتی نیست مگر اینکه احمد ابن حنبل را می آموزد و میگد که رحمه الله. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله را 8 مراتب اشعری ها ترمه کردند، در درون ترمه وفات کردند. اشعری ها فکر کردند که ابن تیمیه تمام هیچ کس دیگر اینو نمیشناسد و نمیفهمد. لیکن تا روز قیامت ببینید ابن تیمیه رحمه الله تمام کتابهایش نوشته شد و مشهور و معروف است و اهل سنت نیست مگر اینکه دوستدار و شاگرد شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله است. شیخ الاسلام شیخ ما هست رحمه الله رحمتا واسعه و بدبین شیخ الاسلام یگون گمراه است، غیر از این دیگر کسی نیست. او گمراه است، حاقد است. و بعد از این ببینید محمد بن عبدالوهاب رحمه الله، اینها یکتا بودند، اینها یعنی تنها بودند، بیکس بودند، لیکن اینها را الله نصرت داد، الله قوت داد. سببش چی است؟ سبب نصرت و قوتی که الله به اینها داد انا همین است که اینها شرط را به وجود آوردن. شرط چی است؟ انا من آیاتی که کمی پیش گفتیم یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا. قول سدید را بگید. قول سدید سخن حق میگید، حق. سخن باطل باطل میگید، حق آشکار میگید، باطل هم باطل آشکار میگید. آمیخته نمیکنید حق و باطل. انا همین جا الله شما را نصرت میدید. بارک الله فیکم. شیخ الاسلام محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله یک جوان تنها حتی در جوانیش دعا میکرد، در گرد خانه کعبه طواف میکرد و دعا میکرد و میگفت که ای الله مرا در بین قومم قبول شده قرار بده تا که من اونها را به توحید دعوت کنم و مرا قبول کنند. و بالاخره دعای ایشان قبول شد. برای همین جوانی که عالم شدنی است، جوانی که آموختنی است، کارش را به دعا، به توکل، به یک محبت و اخلاص و صدق شروع بکند. الله به او دروازه های رحمتش را، قدرتش را، برکاتش را باز میکند. و همین شیخ کتاب های زیاد دارند و کتاب بزرگشون که کتاب توحید است، این دلالت به عالمی شیخ، به علامه بودن شیخ، به چقدر مغزی توحید را فهمیدنشون میکرد. یا کتاب مفید المستفید فی حکم تارک التوحید، یا کتاب اصول الثلاثه، یا کتاب کشف الشبهات، یا کتاب قواعد الاربعه، یا کتاب اصول الایمان، یا کتاب اصول السته، یا صفت کفر بالطاغوت، یا دیگر رسائل و فتواها و غیر از این کتاب‌های زیاد دارن شیخ الاسلام. پس انمین است شیخایی که ما به اونها پیروی میکنیم، انمین است شیخایی که ما از اونها می آموزیم و هر چیزی که گفتن در اساس قرآن و سنت به منهج سلفی این امت قبول میکنیم و هر چیزی رو که اگر بناگاه خطا کردند البته ما میگیم که خطا کردند. این شیخا معصوم نیستند، این شیخا برابر انبیا هم نیستند. این شیخا انسان هستند، انسانهای عادی هستند که الله از رحمت و فضل و برکتش به اینها علم داد، اینها را دوست داشت و اینها را اختیار کرد که دین را به مردم رسانند. این میراثخواران پیامبران هستند که من و شما را به واسطه علم، به واسطه دعوتشون به دین الله و به الله سبحانه و تعالی میرسانند. اما علمای اهل بدعت رو نظر بکنید.
تاریخ علمای اهل ضلالت رو نظر بکنید، از رافضه و اشعری و ماتریدی و کتاب‌های اینها و دشمنی اینها به اهل سنت و منهج اینها و به خصوص از صوفی ها و غیره که اینها این چنین علما ندارند. برای همین امروز به بالای این شیخ الاسلام مجدد الدین علامه اهل سنت و الجماعه محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله امروز ظلم میکنند. حاقدان، دشمنان قرآن و سنت، دشمنان منهج سلفی این امت، دشمنان حدیث امروز این شیخ را چنان بد میبینند که وقتی که محمد ابن عبدالوهاب گویی بدنش بلرزه میاد، موی بدنش میلرزد، غضبش میآید. از چی است؟ از حسد است. حتی قصه های را علما نقل میکنند که بعضی ها محمد ابن عبدالوهاب را چنان بد میدید، حتی شاخ شیطان میگفت، تکفیر میکرد، ابلیس میگفت و غیر و غیر، خوارج و همه تهمت رو به بالای شیخ الاسلام محمد ابن عبدالوهاب کردند. به خاطر چی؟ به خاطر نابود کردن قبرهایی که پرستیده میشد، به خاطر نابود کردن قبر پرستی و بت پرستی و درخت پرستی، به خاطر زنده کردن توحید و یکتا پرستی، به خاطر ردی انا همین قبوری ها و جهمی ها شیخ الاسلام رو بد دیدند. لیکن به همون بد بیننده یکی از دوستداران شیخ الاسلام، یکی از موحدین، کتاب توحید را مقاوه اولش را کنده، نام شیخ الاسلام را گرفته، همین کتاب از همین سرشویش برده میدهد به دستی همون یک دعوتگری بوده است، یک کسی اهل بدعت بوده است. میگد که همین کتاب رو شما چی میگید؟ اهل بدعت میگد که ماشاءالله و عجبه، چقدر تعجب میکنم، چقدر کتاب زیبا است، چقدر ماشاءالله است، تبارک الله، چی بهترین کتاب. این جوان میگد که انمین کتاب است که شما شب و روز صاحبش رو دشنام میتید، محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله، انمین صاحب کتاب است. توبه میکرد، در همون لحظه توبه میکرد. قسم به الله این بدبینندگان شیخ الاسلام محمد ابن عبدالوهاب، بدبینندگان شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله یا که ابن القیم الجوزی یا دیگر از علمای اهل سنت و الجماعت، وقتی که کتابهای اونها را، منهج اونها را دشمنی نکرده صادقانه میدیدند، میفهمیدند که این علمای حق هستند. اما این سنت الهی است، سنت الله همین است که سنت الله تبدیل نمی‌یابد. لا تبدیل، هیچ تبدیل نیست. ولا تجد لسنت الله تبدیلا، در سنت الله تبدیل را نمیبینی. سنت الله درباره انبیا و کسانی که راه انبیا را اختیار میکنن چی است؟ همین ابتلاعات است. ابتلاعات وجود دارد. تو نظر بکن به ابتلایی که آدم علیه السلام گرفتار شد، نظر بکن به ابتلایی که نوح علیه السلام گرفتار شد. همه قومشون در زیر آب ماند، فرزندشون، زنشون در زیر آب ماند، خودشون 950 سال قومشون رو دعوت کردند، بجز اندکی کسی قبول نکرد. نظر بکن قصه یونس علیه السلام رو که به درون کیت داخل شد، الله امر کرد و داخل شدن، بالاخره در درون کیت 40 روز تمامی بدنشون در درون آب و اون و چه حالتی به خاطر دعوت. نظر بکن به قصه ابتلایی که یوسف علیه السلام، خودش نبی، پدرش خودش رسول، پدرش رسول انبیا، بابایش رسول، الله اکبر، و بابایش، بابا کلانش با چیست؟ پیامبر. اینو ببینید، یوسف خودش پیامبر است، پدرش یعقوب پیامبر است، بابایش اسحاق پیامبر است، رسول است، و بابا کلانش ابراهیم علیه السلام رسول است. این را علما میگن که الرسول ابن الرسول، یا که النبی ابن النبی ابن النبی ابن النبی. 4 کس: یوسف، یعقوب، اسحاق، ابراهیم. یوسف علیه السلام قصه شون در یک سوره کامل، سوره یوسف، نامشان به نامشان از اول تا آخر قصه کاملا یگانه قصه که کامل در یک سوره ذکر شده همین است، ذکر میشد. نظر بکن که در جوانیشون به چه حالت ابتلا شدند. برادرهایشون با یک سخنهای فریب و نیرنگ از پدرشون اجازت گرفتند، بردند، به خاطر حسد به چاه انداختند. در ظلمات چاه یک مدتی که ایستادند، کاروان آمد گرفت و برد، غلام شدند. بعد از این در بازار بثمن بخس، به یک قیمت ارزان فروخته شدند.
بعد از این سبحان الله همچون غلام در خانه عزیز مصر. بعد از این فتنه زنی این عزیز مصر که هیتلک هیتلک هیتلک، سه قرائتی که است یوسف علیه السلام به جواب گفتند قال معاذ الله انه ربی احسن مثوای، بیا به من زنا کن. گفت زنی که یکمین زن این دولت است، اولین زن، زیباترین زن، بویترین زن. حضرت یوسف را گفت که به من زنا میکنی. حضرت یوسف گفتند که پناه به الله، بازگشتی بهترین بازگشت من به الله هست. نکردند. گفت که من تو را سجن میکنم، به ترمه میروی یا زنا میکنی. جوان چی گفت؟ رب السجن احب الی مما تدعوننی الیه. رب السجن برای من بهتر است از اون چیزی که من رو تو دعوت میکنی. به ترمه رفتن، در ترمه یک چند سال اذیت کشیدن و بعد از این الله سبحانه و تعالی ببینید که چقدر عزتشون داد. قصه حضرت موسی را ببینید، چقدر اذیت کشیدن و در صحرا برای فلسطین نرسیده وفات کردند و گورانیده شدند. قصه عیسی را ببینید که چقدر مردمشون به بالایشون فتنه کردند و الله عیسی را به بالا برداشت و زنده هستند، در جنت هستند و روز قیامت، نزدیک به قیامت آخر الزمان، به شام دمشق نازل میشوند. و محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم که مشرکین میگفتند که محمد بهترین ما است، زیباترین ما است، امین ما است، راست قول ما است، احترامش میکنیم، از همه بهترین است. وقتی که گفتند که قولوا لا اله الا الله تفلحوا، ای مردم بگوید که لا اله الا الله نجات مییابید، گفتند که بدترین ما، خیانت میکند، تفریق اندازترین ما، مجنون است، شاعر است، دیوانه است، افسانه میگوید. گویان یک بار به حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم دشمنی کردند. پس این دشمنی ها به خاطر این نبود که در حقیقت پیامبران بد بودند. اعوذ بالله معاذ الله، پیامبران بهترین بودند. این دشمنی مردم به پیامبران در اساس چی بود؟ در اساس جهل، در اساس شرک که خودشان مشرک بودند به توحید مبارزه بردند. به خاطر اینکه توحید را قبول نکنند مبارزه بردند. عیناً هر علمایی که پیروی از انبیا میکند، دعوت انبیا و منهج انبیا که در اصول دین همه یک است پیش میبرد، که این ملت ابراهیم علیه السلام است که آیات های گوناگون ملت ابراهیم را بیان میکنه. سوره تحریم آیه 4 است که الله میگه قد كانت لكم اسوه حسنه في ابراهیم والذین معه اذ قالوا لقومه انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده. به تحقیق به شما ای مسلمان ها، ابراهیم و هر اون کسانی که همراه ابراهیم ایمان آورده اند برای شما الگوی نیکو هستند. شما به ابراهیم و پیروان ابراهیم پیروی میکنید. در کدام کار؟ در همین کارشان که الله گفت زمانی که ابراهیم به قومشان گفتند که ما از شما براءت خود اعلان کردیم و هر آن چیزی که شما عبادت میکنید غیر الله از اون هم براءت خود اعلان کردیم. یعنی براءت خود را از مشرکین پیش از شرک اعلان کردند، براءت خودشان را از مشرکین اعلان کردند و بعد از این از شرک اعلان کردن، از طاغوت پرستا و طاغوت. زیرا که بعض انسان ها یافت شدنش ممکن است که این را میگن کامل ترین براءت انا همین است که اول از مشرکین براءت کنی بعد از شرکش. برای چی؟ برای که بعض انسان ها یافت شدنش ممکن است که براءت از شرک کرد لیکن براءت از مشرک نمیکند. به مانند این که امروز ما بعضی از عازری های خبثا رو میبینیم که میگه من خودم شرک نمیکنم، شرک ترک کردم، اما کسی که شرک میکنه میگه که این مسلمان است. شرک و اسلام، شرک و توحید را در یک جا جمع شدنش را جایز میداند که این شرک است خودش. برای همین اعوذ بالله براءت را ابراهیم علیه السلام از مشرکین و از شرک، از کافران و از کفر و از چی است؟ بارک الله فیکم، از طاغوت پرستان و از طاغوت اعلان کرد. براء منکم من تعبدون من دون الله کفرنا بکم. علما قسمشون میگن ای کفرناکم، ما شما را تکفیر میکنیم، کفر ورزیدیم به دین شما و به این عقیده باطل شما. و بدا بیننا و بینکم العداوه والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده. و بین ما و شما ظاهر شد عداوت و دشمنی و بغضا و عداوت تا روزی که شما ایمان میارید. ابد الابد، تا روزی ایمان آوردید. ایمان آوردید دوست هستید، نه آوردید نه.
انا همین بود منهج همه پیامبران. انا همین بود که همه پیامبران در همین منهج دعوت میکردند. و بارک الله فیکم، به همین سبب دعوت دشمنی بدبینی پیامبران از قومشون به وجود آمد. پیامبران رو به خاطر همین دعوت بد دیدند. و علما هم وقتی که انا همین منهج پیامبران رو میگیرند و دعوت میکنند، بدبین انسان هایی که تهمت میزند، دشنام میکند، حقارت میکند به وجود میاد. چگونه که به بالای شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله شروع کردند، چگونه که به بالای محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله شروع کردند و تهمت میکنند، امروز طعنه به خوارجی، طعنه به اعوذ بالله تکفیری، طعنه به شوخ شیطانی و غیره و غیره، حتی طعنه به جهل و این اون، همیش در اساس انا همین منهج است. بدبینی در اساس کفر و شرکشون، دیگر هیچ چیزی نیست. و هر کسی که در همین منهج حقیقی، منهج انبیا دعوت میکند به فرموده الله رسول، مثل این علما طالب علم یا عالم در یک منطقه دعوت میکند، انا همین مشکلی به سرش می آید. و انا همین قصه را سنت الهی میگن، سنت الله. ولا تجد لسنت الله تبدیل، در آیت دیگر تحویله، دیگرگونه در این سنت نیست. همه واقع یک واقعه، عیناً همون واقعه که به قوم موسی و قومشون، عیسی و قومشون، ابراهیم قومشون شد، به بالای محمد صلی الله علیه و سلم شد. مبارزه که پیامبر کردن، هجومی که از جانب مشرکین شد. و همه علمایی که میراثخوری حقیقی انبیا هستند، میراثخوری رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند، که العلماء ورثة الانبیاء و ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درهما بل ورثوا علما. این حدیث سه پیامبر است. هر کسی که میراثخوری حقیقی میشد، علم رو در اساس قرآن و سنت فهم سلفین اومد می آموزد و میرساند، حتما انا همون سنت الله به بالای این عالم یک مراتبه دیگر دور میزند. انا همین را سنت میگند. برای همین بزرگی نیست مگر همین که اذیت کشیده. و این بزرگی که حالا ما در رویش صحبت میکنیم، شیخ الاسلام مجدد الدین علامه اهل سنت والجماعه، شیخ الاسلام محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله هستند. در زمان خودشون چقدر آزار کشیدن، لیکن صبر کردند که الله نصرتشون داد. چقدر به عزت وفات کردند. تا روز قیامت کتابهاشون مشهور معروف است. دشمنان حاقد و بدبین هم از رافضه ها، که شیخ الاسلام در تکفیر رافضه ها کتاب خوبی را نوشتند، از رافضه ها بدبینی محمد ابن عبدالوهاب، حقارت محمد، دشنام محمد ابن عبدالوهاب. نامشون عبدالوهاب نه، نامشون محمد است. شیخ محمد رحمه الله است، نام پدرشون عبدالوهاب است. و از جانب دیگر خوارج ها تکفیرشون میکند. از جانب دیگر سبحان الله آذری ها سختگیرشون میگوید. و از جانب دیگر حزبی ها میگد اینها وهابی، صوفی ها میگد اینها خوارج وهابی، و جهمی ها میگد اینها مجسمه. تمام طعنه رو به بالایشون میکند. اما موحدین اهل سنت والجماعه، ما این شیخ را رحمه الله میگیم، کتابهاش رو از یاد میکنیم، ترجمه میکنیم، شرح میدهیم و به دیگران شرح میدیم. این حق این علما است که باید رحمه الله گفته شود و باید مثل اینها دعوت کرده شود و باید مثل اینها حرکت کرده شود. این است علمای اهل سنت والجماعه. اللهم ربنا فارزقنا علما نافعا يا الله يا غفور يا رحيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا غفور يا رحيم يا حي يا قيوم. رب زدني علما بعمله، ربنا زدنا علما يا غفور يا رحيم يا حي يا قيوم برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.